عزیزم سالگرد ازدواج مبارک. خب حاضر شو بریم رستوران. دوستم با همون میاد. قرار 2 نفری بود. پسر خیلی خوبیه. پسره؟ دختر خیلی خوبیه. باشه. پس زود برگردیم خونه. باشه. میخوای با شما حساب بگیرم برو. دوست داری شب پیش ما بریم وای میشه؟ آره عزیزم چرا که نه. شما یه لحظه بیا. چی میگی؟ چی میگم؟ چی میگی؟ خب حالا چی میگی؟ امشب سالگرد ازدواجمونه. خب باشه اون که به ما کاری نداره. خیلی خرید. من تنهایی و تاریکی میترسم. هم از تنهایی هم از تاریکی. عیبی نداره شب یه تو اتاق ما بخواب. وای پس رو تختتون میخوابم. یه کافی لطفا. مایا بیا. این حساب رو دارم. برو من سعی می‌کنم حسابت اصلا نمیخواد بدی. برو بیرون برو. 2 تا کافی لطفا. خانم این حساب ما. آقا بیا برو بیرون گفتم نمیخواد حساب کنی. برو. 4 تا کافی لطفا. خانم 8 تا کافی لطفا. 8 تا پیزا لطفا. مایا داداش 500 تومان. شما از سگ نمیترسی؟ نه. شما پول داری؟ نه. بگم گوه خوردم حله؟ نه. گوه خوردم. نوش. مرسی. کجا؟ گوه خوردم دیگه. 500 تومان. باش. فقط بذار 10 تومن تا حساب بمونه بستنش. آره با حامد تو دوستش نشستیم. باید تو بیاشم. با دومات خوش میگذره ها. خیلی باش آرومم. خدا رو شکر. اتفاقا منم میخوام به یاسمن پیشنهاد بدم. نه بابا. خب بده دیگه. چجوری؟ خیلی راحت بگو میخوام باید ازدواج کنم. بگو ولی نه مثل این یلخی. احمدی الخی. اون که آره ولی ما دختر رو کلا خلاقیت دوست داریم. چجوری؟ اینجوری که بهش بگو میخوام باهات کات کنم بس سورپرایزش کن. جواب میده؟ آره بابا ما دختر رو کلا سورپرایز دوست داریم. عزیزم متاسفانه ما باید با هم کات کنیم. بابا این دوست بازیه چیه؟ حواسم نه. من هیچی نیستم اینا به کنار. عزیزم با من ازدواج میکنی؟ آرمی وای حامد ویدا کیه؟ مامانم. الو مامان چیزی نمیخوای من دارم میام خونه. نه قربونت برم فقط تو تبلیغ کنیدم نهار رو میکشم. نهار چیه؟ علی هم با ما. قدرش تو چشم اتفاقا که هم بریم بیایید. باشه اومدیم. سلام خوش اومدید. ماهی آمد ماهی این عشقش مامانش عشقم مامانش تو به بابات رفتی بفرمایید خیلی خوش اومدید. چه بودی؟ سماقه. بله سماقه تو که سماق خیلی دوست داری تو هم سماق هم دوست نداری؟ حالا که هم تو سماق دوست داری هم دوسته میریزم کبابتون جفتتون بخورید. خوشحال من زیاد دوست ندارم تو بیشتر دوست سنگ صبور غمها به دیدنم بیا که خیلی تنها. اقتصاد کشور در دوره‌ای اخیر افول شدیدی پیدا کرده. سوژه خوبی داره اینجا. اقتصاد کشور سوژه خوبی داره. چه دختر خوشگلی. چشاشو موهاشو قربونت برم. اگه راداش باید ازدواج میکردم. حالا پاشو ببینم. پاشو آفرین. دست بزن خوشگل. آفرین. قربونت برم. یه غیر ریز. این که دیگه نمیشه. خب پا بشی. آخه قربونت برم برگرد. عشق من کیه؟ خاک تو سرت. چه آقای خوشتیپی. قصد بزن ببینم. بزن قدش. آلو
اتاق چه کردی؟ آره حوله صابون مسواک نداشتم. اتاق الان میره میگیری. ما که اسپانیایی بلد نیستیم. این انگلیسی ساده است. ما انگلیسی هم بلد نیستیم. راست میگی. اوکی با بودی لنگویج میگیم. با چی؟ بودی لنگویج. بادی لنگویج. من لهجه بریتانیاییشو گفتم. لهجه چی؟ بریتانیایی. بریم. بیا ببین چه با شعور هنوز چی نگفتم فهمید حوله میخوام. احمد میگه اولا یعنی سلام به اسپانیایی. حوله. دیوانه. صابونو بگو. صابون درین. که؟ نو که اسپانیشه. خدا فکر کنم اصفهانیشه گفت که داره میگه که یعنی چی به اسپانیایی؟ بذار خودم میگم. بگو. گلنار میخوایم ما. گرین گلنار. اینا که نمیدونن گلنار چیه. خب مسواکو بگو. درست بگو دیگه بابا. مسواک. بیوان مسواک. Get lost. I'm calling security. وقت کلام بهش برنگاه اول اعتقاد داری یا برم دوباره بیام؟ اعتقاد دارم ولی برو دوباره بیا. من کتت بد میام. منم بهش میام. بیا. بریم بیا ولی من کتم نمیاد یا. بفر بالا. بفرمایید ستایی در خدمت باشین. میپرم بالا ولی بفرمایید زنم چهارتایی در خدمته. تو زنم داری؟ به جانتون. حال خودت خوب میشه هم ماشین. به سلامت. عشقم من 8 ساعت دیگه میام خونه. دوست دارم. وای آرمین تو به خاطر من سه تا دختر رو پس زدی؟ معلومه که آره بیشترم میزنم. تو به اونا گفتی من زنتم. من که بهت گفتم اصلا ازدواجه. فقط ماشینت هم درست نشد. تو زنگ بزنیم داد فوتو. باشه به چه سامو کوری؟ برو به خودت. کور نیستم. داخل شاشاقاری تو زدی به ماشینی من. یک زدم که زدم. دو شوشوغوری یعنی چی؟ یک شما خیلی بیجا کردی که زدی. دو نمیدونم. اولا که تو زدی رو ترمز. دوما یادم رفت. اولا شما اپ پشت زدی به ماشینی من. یادت رفت؟ نه یادمه ولی نمیگم. این دخترتونه؟ پننمه. آخه بلونده. پننش بلونده. ببینید آقای رضاپور فرد اصل جمع نجات هستم. رضاپور اصل فرد جمع نجات. حفظ کردی؟ فامیل پدر زنمه دیگه. چی؟ هیچی. اولا من مقصرم. دوم من غلط کردم. باریکلا. سوم من کل خسارت با کار خوبی میکنی. شماره‌تونو بدین خسارتو بدم. شمارهشو نمیدم خسارتم ازت میگیرم. شمارهشو میگیرم خسارتو بهت میدم. من اینو شوهر نمیدم خسارت من میگیرم. من اینو میگیرم خسارتم نمیدم. شما بیا اینو بگیر. چیو؟ این کارتو میگیری میریزی به کارتی من. شماره کافی بود. ببند دری تالار اندیشه رو. برو گم شو. سلام. من محمد فرستاده گفته سرویس کنی. تو رو سرویست کنم؟ ماشین رو سرویس کنی لطفا. محمد؟ بله محمد. تو کیشی؟ نه من تهران زندگی میکنم. نه چاقال مگم تو کیش میری؟ نه کیش نمیرم، من برنامه خاصی ندارم. چه مرد چل پاسته ایه. مگم تو کیش میشی؟ من کیش میشم؟ بابایی مرد که ناسوسه. باکت بزن یاره باکت بزن. چشم آقا. پورشه؟ نه فورده ماشین من. نه منگل باکت مگم پورشه؟ نه این فورده. باکت مگم پر بشود؟ بله پر بشود لطفا. اوکی. من فکر کنم ماشین رو از میفرمایید شما. من خودم مزارتی دارم. به پورشه تو چیکار دارم؟ نه این فورده. مردی که دیوانه. با جشنواره هواوی همراه شوید.